با یه ویدیو دیگه برگشتم تا با هم تمرین کنیم و امیدوارم که این تمرین باعث بشه که شما مهارتتون توی طراحی شخصیت رشد بکنه و هر روز بهتر بشی. من امین هستم و خوش اومدیم به چنل من. خب تمرین امروز ما به 2 تمرین قبلی مربوطه و اگه اون 2 ویدیو رو هنوز ندیدین به نظر من برگردین و تمرین کنین، چون که چیزایی که امروز قرار کار کنیم پایش اون 2 ویدیوی قبلیه و انجام بدین و برگردین سراغ این تمرین که بتونین بهتر درکش کنین و ازش نتیجه بگیرین. خب امروز میخوام تمرکز کنم روی موضوع خیلی مهم، طراحی کاراکتر با شکل‌های بیسیک، دایره و مربع. من این تمرین رو قبلا انجام دادم، این کاراکتر رو کشیدم و میخوام که الان بهتون نشون بدم که چطور میشه کار کرد. خب این تمرین بهتون کمک میکنه تا بفهمین هر شکل چه احساسی منتقل میکنه. مثلا مربع حس قدرت و استحکام داره. کاراکترهایی که با مربع طراحی میشن معمولا جدی‌تر، محکم‌تر و باثبات‌ترن. مثلا اگه یه قهرمان یا نگهبان طراحی کنین، مربع‌ها میتونن بهش حس قدرت بدن و خیلی راحت‌تر میتونین که محکم‌تر و منطقی‌تر کاراکترتون رو طراحیش بکنین. و من سعی کردم که از مربع توی تمام اجزای این کاراکتر استفاده کنم، مثل گوش‌ها، دماغ و حتی صورت، حالت بدن و دست‌ها، حتی کلاه هم من با مربع کار کردم و همینطور که دارین می‌بینین کاراکترمون خیلی کاراکتر قوی تریه و مثل یه کاراکتری که مثلا بادی بیلدینگ کار کرده و یه گارد ویژه‌ایه. خب برای شخصیت بعدی دایره استفاده کردیم. دایره معمولا حس نرمی و دوستی و حرکت دارن، برای همین توی انیمیشن خیلی زیاد ازشون استفاده میشه نسبت به بقیه شکل‌ها و باعث میشه که توی انیمیت کردن حرکت خیلی راحت‌تر و نرم‌تر انجام بشه. و چون فرم گردی هم داره حس صمیمیت بیشتری به مخاطب میده. به همین خاطر بیشتر کاراکترهای معروف مثل میکی موس، مینیونا و خیلی از کاراکترهای دیگه از فرم دایره توشون استفاده شده. به همین خاطر حس مهربونتر و بازیگوشتری به مخاطب القا میکنه. من سعی کردم توی چشما، توی دماغ و توی حالت بدن و همینطور دستا از دایره استفاده کنم. حتی کلاهش هم من دایره کار کردم که بیشتر متوجه بشین. خب تمرین امروز هم تموم شد. همونطور که گفتم برای من کاراتون ارسال بکنین و از طریق ایمیل با هم در ارتباطیم. تا تمرین بعدی، خداحافظ.